برگرد آقای توحید سره نگاه داره دورو خوب هستی سینون؟ خوبم دکتر. دلا خوب هستی؟ سخت ترسیدم. آقای طاهر ایستا با هیچ کجا نمیروی سینون. میپرانی ها؟ با این احوال دور رفتن نمیتوانی. تو بلای جان من شدی دکتر. آگر کتیه دلم خوناکه و چاوم شما تجمن دور کتی بجرم یا چاوم رندامن گرامن چند سال البنداتم ولی چند سال البنداتم ولی چند سال در اینجا چیکار میکنی؟ برفین گوش کن، با تو گرد دارم. همین قدر عذابهای دادت بس نیست مگر؟ باز چی میخواهی؟ چی گفتن میخواهی؟ گوش کن برفین، تو حالا هم همسری من هستی، چیزی تغییر نیافته است. از این زیادش میشود مگر یومس؟ در خونه‌ات یک زنی دیگر میگردد، این کم است مگر؟ برفین، از پاشا فیل نساز. با تو بارها گفتم، فهماندم، به خانه‌مون برگرد، همه چیز مثل پیشتر میشود. البته دلم برایت کمی میکند. باز برفین را میخواهی؟ برفین، مثل کودکان رفتار نکن. بس سکنون، بس! تو رو دیدن نمیخواهم، از تو نفرت دارم. رو از اینجا، برفین! رو! چیکار میکنی دخترم به خدای؟ رو دیگر به اینجا نیا. مایلش برفین، بگذار گفته ای تو شود. وظیفه نوبتیت با قدر رساندن این شخص است. آخر او دکتر دهه آبی کلان طاهر. دکتر با مردم خدمت میکند، بر ضد تشکیلات مبارزه میبرد. همه همین طور فکر میکنند، اما در اصل این طور نیست. یعنی چه؟ حاج شکر را در خاطر داری؟ آن خواهی وطن رو من کشته بودم. دکتر طاهر هم مثل او یکی از خائنان و جاسوسان وطن است.
تنها یک فرقیت دارد، از دیگران خطرناکتر است. چه خطرناک؟ با زمانی در اطرافش بوده نیتی به دولت ضربه زدن را دارد. وظیفه ما پیش راهی او را گرفتن است. چتین، از این پس همراهی چتین کار میکنی. او سرداری تو میشود. چه کار و چه خیل کردنت را او به تو میفهماند. فهمیدی؟ فهمیدم. حالا باشد از پسی کار شوید. در کوتاه‌ترین مدت خبری مرگ دکتر طاهر را شنیدن میخواهم. او را مرده فکر کنید. اکنون را سلامت باش دیلا، مرا نجات دادی. خدا شفا دهد سینان. تشکر دیلا. سینان، نفری که قصد جانت را کرد از آدمانی تشکیلات بوده، میتوانی؟ نه، این کاری تشکیلات نیست. تو من بعد از سربازان هفتم تشکیلات این کار را نمی کند. این کاری باطنی خائن است. برای مرا به قتل رساندن همه کار را می کند. او رو نپرانده گریخته آمدی. چه علاج باتن؟ این دفعه نشد، دفعه دیگر. دفعه دیگر نمی شود. او رو در یگان گذرگاه پرتافته در زیر جسدش می نگذارید. از خودش فایده نرسید، خلال از جسدش فایده رسد. برید. زود به من یک بمب یا ایتن. بمب را چیکار میکنی باتن قماندان؟ نقطه تیبی رو به خاک یکسان میکنم. دیلا، چی شد؟ دستم رو بریدم. بیا کمک کنم. از فداکاری برای من کرده‌ات خبر دارم. تشکری زیاد دیلا. کدام فداکاریم آقای طاهر؟ با سینان شرطنامه بستنت رو میدونم. من شما رو نمیفهمم آقای طاهر. با سینان گپ زدنت رو شنیدم دیلا. من یگان خیل شرطنامه نبستم. شاید نادرست شنیده باشید. یلماز چی خیل است؟ همان خیل.
چرا این طور کردم؟ چرا؟ دخترم بس است اکنون. خودت را عذاب ندی. نباید با او جنگ میکردم. کاری خوب نکردم. پشتش رو گردانده رفت. رفته عذر میپرسم. شما باید مادر جان چیکار کنم؟ چیکار کنم مادر؟ آرام شو دخترم. اول آرام شو. لیکن او هم سزاوار بود. نه مادر جان، رفته عذر میپرسم. کی میداند او در چه حال است؟ رفته عذر میپرسم. دخترم حالا احوالت خوب نیست. اول کمی استراحت بکن، بعد به نزدش میروی. نه مادر جان، میروم. شاید حالا در مکتب باشد. شاید دخترم. خدایا التماس به ما کمک کن. اکا درس تمام شد. بله بچه ها می توانید روید. وظیفه خانگی را اجرا کرده بیایید. فهمیده؟ خوب است یلمز؟ خوبم زیلان. از چشم اوب گرفتم، لیکن برده نتوانستم. گفتم شاید تو به ما کمک میکنی. البته زیلان، البته کمک میکنم. زیلان، از حضور او رو زیلان میگویی ها؟ یلمز خواهی، من باشم به نزدش برای عذرخواهی آمدم. اوه منی به عقل. برفین؟ اکا یشار؟ بله منم یشار. حیران شدی برفین؟ چند وقت باز نبودید، خوش آمدید. خوش باشی. در شهر بودم، برای کار رفتم. دودرم رو همراه هم گرفته آوردم. سلیم رو شناختی؟ شناختم اکا یشار. تو از پسر دیده زیباتر شده ای برفین. من کمی سر و سیمم، باید روم. خیر نغزمان برفین. برفین برفین. ای سلیم، تو چی کار میکنی؟ برفین را هیچ فراموش کرده نمیتوانم. گوش کن، از شوهرش جدا شده باشد هم حالا هم آیله دار است. از شوهرش جدا گفتید؟ رفتیم. برفین چی شد؟ باز چرا گریه میکنی دخترم؟ نشد مادر جون. گر زده نتوانستم آنها علکه مثل زن و شوهر شدند. برفین از برای خدا اول کمی آرام شو، به خود آی. خوب فکر کن. و چی رو دیدی که این طور میگویی؟ شاید ندرست فهمیدی، شاید خطا کردی. نمیدونم، شاید همین طور باشد، لیکن دیدم آخه. مادر جان
گویا چند سال است که زن و شوهر باشند. دخترم هوا تاریک نشده رفته کوزه را پوری آب کرده بیار. قهرت هم پست می شود. بعد یکان چیز فکر می کنیم. مالش مادر جان. خوش آمدید. خوش باشی طاهر. خوش باشی دکتر. چیکار کردی فؤاد؟ یگان مشکلی نبر آمد؟ نه طاهر. دیگر دهه ها هم دسته محافظان را تشکیل کردند. آفرین فؤاد. در مدت کوتاه کاری خوبی را انجام دادی. آقای زنال هم خدمت کلان نمودند. من هم در ده هم دسته محافظان را تشکیل میکنم. ما برای با سلاحداران زید برآمدن آماده ایم و با این نابکاران مبارزه میبریم. آیتن اینطور نگاه کردن نیست تو. زودتر تیر را به اسلحه جا کن. اکی دکتر با آقای فؤاد خبر خوش را نمیگوید؟ راست. فؤاد دیلوبادی ها برگشت. حاضر در درون است. دیلوبادی ها برگشت؟ وطن قماندان بهترش باری دیگر فکر کن. پیشوا هم راضی نمی شود. وقتهای آخر نمی خواهد که به مکتب، مسجد و نقطه طبی ضرر رسد. غیر از این از فرمانهای آخرین خبرداری. این گپ ها رو یک سو گذار. ما جنگاوریم. نباید به این گونه چیزها اهمیت دهیم. همین که دکتر به درون درآید نقطه طبی را به خاک یکسان میکنم. طاهر گفت لیکن باور نکردم. خدا را شکر صحت و سلامت برگشتی. چه حال دارید دیلا؟ خوبم آقای فؤاد. تو خیلی پزمان شدم دیلا. خانه دار شوی من بسیار طول کشید دیلا. یولمز هم در ده هست. اگر همه کم آمده تو را خوزگاری کند می شود دیلا. زود روز توی را معین میکنیم. نمیدونم آقای فؤاد. با یولمز گپ زنید. من با یولمز گپ میزنم. دیلا با این حریف خانه دار می شود. در دنیا دیگر آدم نیست مگر. بله کودکی بیچاره چند روز است که بیمار است. نمیدانیم چیکار کنیم. من یک رفته با یولمز صحبت کنم طاهر. من رفتن نبیرم را بیارم. یک بار او را میدیدی دکتر. من هم با شما رفتن میخواستم اما تو سینان را با سربازان است برام از ده برآمدن نمیخواهم. راست میگویی. تو همین جایی دکتر. خیر در امانی خود. خیر روی سفید. تا بازدید طاهر. به قبرت در را دکتر. گیرین را گیر. چرا این کار نمی کند؟ چرا تعمیر نکردید؟ کلنگش کار نمی کند. عزیزم چی شد با تو؟ خوب هستی؟ کمی سرم چرخ زد. راستی به نقطه طبی میرم. نه لازم نیست.
کمی استراحت کنم میگذارد خواطر نشه. از این پس کارهای وزین نمیکنی. با تو ضرر داره. بیا رفتیم. همش با عیبی سینان او رو میکشم. تو چیکار میکنی دکتر؟ جانم برآمد آخر. سربازان در راهن سینان. خوب فکر کن. اگر اعتراف کنی تو رو میکشم سینان، میکشم. برفین گب نمیزنم دکتر. بهوده خودت رو عذاب نده. ابلای بینامو رزیل حیاتم رو سوزاندی. تو رو میکشم تو رو. بابا رو با سری ما تو آوردی. با عیبی تو لباسی عروسی نپوشیدم. با عیبی تو شوهرم با کسی دیگر خونه دار شد. تو از ما چی میخواستی؟ چی میخواستی؟ گپ زن. چرا ما رو بدبخت کردی؟ تمام صبر کن. زدیه میکشم تو رو زدیه میکشم. شین پرچه شین. برفین راست میگوید. تو بسیار خانه ها رو سوزاندی. آدمانی زیاده رو کشتی. اپام خدیجه و همسرم رو تو کشتی. من بهری دعوایمان مبارزه بردم. سینان تو حالا هم حقیقت رو نمیبینی؟ دعوایی بر حقی گفتد تنها آدم کشی است. شما هموطنان بیگناه خود را به قتل میرسانید. گذار. شما ابله‌ها بغیر از گپ زدن دیگر هیچ چیز رو نمیدونید. این دفعه تمام. شد برفین. برفین؟ تو همینجا بودی دختران؟ ها بله به نزدیک هم آمدم. چه شد خدای جلال؟ آقای مسلم این بگاهی برای خواستگاری تو آمدنی. چی شد مادر؟ این بگاه به خواستگاری دیلا می آیند. مبارک شود دیلا. تشکر زیاد آقای طاهر. چی گپ است مراد؟ بیرون از دیه زد خور به عمل آمد. با فکرم سربازان با سلاحداران برخوردم. آنگاه هر دویتان نباید است. اما عقیده تو رفته همه را جغ زن و کمکی سربازان میروی. فهمو. بله. برفین چیکار میکنی؟ ایستو برفین. سربازان رو هیچ نیز نکوبن باقیم کماندان. یک تای دیگر دهید. فهمیدم بود.
حالا هم از من میترسی؟ زد و خورد رفتی ایستاده هستم. بله. باجی یعنی آقای مسلم خانه دار میشوی؟ بله، خدا خواهد. این کار نکن دیلا. کسی را که دوست میداری به همان خانه دار شو. بس کن سینو. چرا رنجیدی؟ من فقط با دوست داشتت خانه دار شو گفتم، خوشبخت شو گفتم. تو کردار نشو سینو، کاری تو نباشد. راست میگویی، کاری من نیست. میخواهم تو خوشبخت شوی. یگانه خواهشم همین است. چی شد؟ طاهر دیگه من هرانه هنگامی به ده هجوم کردنی بازار سربازان آماده رسیدند. این بیناموس از کجا پیدا شدند؟ تانفیل هرانه طاهر تو همین رایی. تانفیل تو چیکار میکنی؟ ما را محاصره میکنند. به خطا بر میگرده. تانفیل تو خوب هستی؟ هرانه خودت رو احتیاط کن دیلا، احتیاط کن. زد و خورد به آخر رسید. کنی بینم باتن سینان رو برده است یا نه؟ چیکار پس پدر؟ کارا چی؟ مین بعد با کارهایی که با تو دخل ندارن بینی نخالم، فهمیدی؟ انا همین کار. بله. ها دیگر از خونه نمیبرایی، از این پس در خونه میشینی، فهمیدی؟ بله فهمیدم پدر. ها اگر از خونه برایی پایت رو میشکنم، فهمیدی؟ بله پدر. اگر برایی پایت رو میشکنم با تو رو میکشم. مونه دیگه بیا من اسیر باشم.
افشین یگان کس زخمدار نشد آقای قماندان. خدا را شکر کسی زخمدار نشد. در وقتش اومده. خوش آمدید قماندان. خوش باشید. پسرم این سلاحداران باز از کجا پیدا شدند؟ نه؟ نیتی ترکاندن نقطه تیبی رو داشتند. با فکرم برای کشتن سینان آمد. رفته. باز خنک نخوری این رو من برای تو آوردم پیچون و گردنت تشکر حالای سخته دستم میافتی باز خنک نخوری پیچون انا مینتا تشکر وی این طور میشود مگر تو محافظی برای ما شدن در سردی زمستان برای در خنکی بیمار میشوید این رو پیچون نکت پیچون تو نباید بیمار شوید اوه این گردن من با تو چکار کردنم رو میدانم دکتر باز چی هم شد ها؟ باتم برای بردن سینان آمده بود. اما با دستی خالی از اینجا. خوب البته کاری خوب کردید آنها را به دهر راه ندید حتی یک روزمون به بلو نمیگذاردی. آقای طاهر چی شد اینا؟ سینان گریخت. ای خدا چی گریخت؟ ای خدا زخمدار است دور رفتن نمیتواند یوم است. این خواهی چطور گذاشته باشد؟ پاسبان نگذاشتید بگر؟ در نزدش پاسبان گذاشته بودن. دیلا سینان چطور گریخت؟ نمیدونم پاسبان روی را دور نموده گریخت است. تصمیم شده همه جا رو کابید کسی نیست کجا؟ اینجایم. بیا. بسیار هم سلاح خوب است. حاجتی به ده در آمدن نیست. هدفت را از 1000 متر دوری نیست میکنی. چی را فکر میکنی؟ یا اینکه حالا هم شبهه داری؟ به خائن بودن دکتر باوری نداری؟ من از دکتر باوری نداشتم. شاید در این کار خطاگیری شده باشد گفتنیم. لیکن در دست دلیل داریم. در روی بودن دکتر را من به تو اثبات میکنم که چه؟
اکی احمد خوبم آلدو خوبم. خدا شفا دهد. تشکر آقای دکتر. میروی. خدا شفا دهد اکی احمد. تشکر قزبان. خوش اومدی قزبان. آلدو اینقدر گردن بندت زیبا است. به تو زیبی دهد. قزبان اگر آدم زیبا باشد هرچی پیشد به او میزیبه. ها فهمیدم زیبی دست. زیبی دست از کجا یافتی؟ چین را به تو داد؟ چند سال شد در صندوق بخوابید لیکن نام گرفته پوشیدم. توی رو ندیده بودی قزبان؟ تو حالا همین جایی. احمد را گرفته با خانه‌شون ببر. بگذار استراحت. خوب است دکتر. احمد رفتیم. دختر من با تو از خانه نبرو نکشته بودم. بس کنید. من محافظم. آقای دکتر مرا جلب من به تو نگفته بودم که به این کار نشم. شما نمیخواهید که خزبان بهر ده اما خزبان. بله خدمت کند و لیکن اون تنبل است. خانه رو روبوشی نکرده است. برای همین رو جمع میکنه. یعنی پیش درو. دختری بیا خال. دکتر 2 نفر به نزد تو آمدن. کی باشه رئیس؟ به خدا من هم آنها رو نشناختم. بیگانه از روی گفتهشون آوازه تو رو شنیده تو رو دیدن خواستند. از قیافهشون معلوم که از شهر آمدن. مایل شما ایستید من حاضر. مایلش. حالا اسکزبان تو رو به شهر ندیم نمیمونم. کمون برادر. آلدو یعنی چند سال شده؟ این قدر زیبا بوده است. خودت گفتی آلدو؟ خدای توبه قزبان تو چه میگویی؟ من زن هستم مگر میگویم. این طور باشد که گفته. آقای آلدو الکی گردن بند رو بسته ای کو؟ به خدا خیلی زیبیده. رنگش هم مودش هم همه زیبیده. بیشرم. این آلدو تو مگر چیکار میکنی؟ چی؟ آلدو رو تو مگر خیلی کنی چه اونایی من باید خدا میشکنم. من گفتم و تو اجازه داده که آلدو من بفیم؟ اینجا بیار. حالا اسم من با تو فرقم میزنم. تو دیوانه خونه بردن در کن. اینجا بیار. خیزبانی دیوانه. جای دیوانه خونه. آمدها همتون از یک خاک تو. آقای دکتر مهمونا همین هایند. من اونها رو نمیشناسم. بیا آقایان دکتری ده همان همین کس. با ده های ما خوش آمدید. خوش باشد آقای دکتر. از شناسایی با شما شادیم. بیایید مرحمت به درون دارید با حضور صحبت کنیم. ما با آقای دکتر تنها صحبت کردن میخواهیم. بیایید کمی سیر و گشت کنیم. با من در کدام خصوص صحبت کردنید؟ اول خودتون رو معرفی کنید. گفتنیم که ما کوشش هایتان را شنیده برای دستگیری به کمک شما پول آوردیم. پول. همین قدرش کفایه؟ شما مبارزه‌تان را دوام دهید. قسم دیگر پول را بدتر میگیرید. پول؟ من این پول را قبول کردن نمیتوانم. برای خریدن سلاح تیر پول لازم می شود. ما برای خودمون مبارزه میبریم. بر ضد سلاحداران این را با امکانات و قدرت خودمون میکنیم. از کسی قرضدار بودن نمیخواهیم. مثل سلاحداران شدن نمیخواهیم که با پول سلاح به دست میگیرن. دکتری بیعقل. یلماز چیکار کردید؟ سینان را نیافتیم.
گریخته رفته است. کاری خوب نشد. سینان را از دست دادیم. آن آدمان کی بودند طاهر؟ نمایندگان یک تشکیلاتی که به ما کمک کردن می‌خواستند. پول آورده بودند. ها راست یک عالم پول بود. خوش من پولها رو نگرفتم. ای دکتر چرا نگرفتی؟ وقتی که پول گرفتی از تو یگان خواهش میکنن رئیس میفهمید. من از کسی منت شنیدن نمیخوام. ای دکتر تو آدمی اسیدی. اول اون پولها رو میگرفتی؟ طاهر حق است رئیس. بر عوض پول روز حتما چیزی خواهش میکنند. نمیبینید که با سلاحداران چگونه رفتار کردند؟ راست میگویی. از کسی منت شنیدن نمیخواهیم. ما نباید پیش کسی سرخم کنیم. ای شد بس. دیدی طاهر با خارجی ها همکاری دارد. آن آدمان باشند از تشکیلات خارجی بودند. طاهر دولت را استفاده برده در اطرافش آدم جمع میکند. یگان روز گروهی خود را تشکیل نموده بر ضد دولت میبراید. بناموس، یعنی همه رو فریب داده است. این گونه آدمان را جاسوس مینامند. اول دل مردم را میابند، بعد آنها را میفروشند. من به جای کارم میروم. خبری مرگ دکتر را انتظار میشوم. و تو موفقیت کیچه. خوب شده سردار. برفین دخترم تو هم آمده کمک کن. هیچ نباشد خراب پس. لیلا از همه دوگانه نزدیکت است. دخترم و خواستگاریش می آیند باید تیاری بینی. تا وقتی که اون زن در اونجاست من با اون خونه نمی روم. شما هم با اونجا نروید. دخترم این طور نکن، لیلا می رنجد. مرا مجبور نکنید مادر جان. مایلش خیلی که خودت خواهی. مادر جان یلمز پسرم چی شد؟ سینون را دستگیر کردی؟ نه گریخته رفت. برفین چه حال دارد؟ خیلی که میبینی خوب است. مادر جان این بیگاه ما را تنها نگذاریم. یلمز پسرم نادرست نفهم. شاید ما نهاییم. بین هم خانهتان تنگ است. این طور می شود؟ مادر جان شما هم آیله ما حساب می شوید. ما بغیر از شما کسی دیگری نداریم. طاهر هم به خانه می آید. مایلش پسرم خیلی که خودت خواهی. من لیلا را گرفته میارم. مایلش مادر جان من هم به خانه می روم. به زیلان کمک می کنم. دیلا یلمز برگشت. سینون رو نیفتند آقای طاهر. میدانم دیلا میدانم. آقای طاهر این رو از زمین یفتند. شاید از کیسه سینون افتاده باشد. به فکرم حجت است. شناسنامه سینان است. سینان حتی کرد هم نبوده است. ایست
تو کسی؟ ابله نگاه کردن نیست و آمده کمک کن. سینان با خدا اون سینان است. دوید سینان کماندان برگشت. سینان کماندان آمده. سینان برگشت. کماندان آمده. خوش آمدی سینان. یا با حالم گذارید. شد تمام شد. سینان برگشت. سینان آمد. از پس کارهایتون شوید. روید. سینان به تو چی شد؟ داره یاری ده. اینجا بیه. اگر یگان کار دیگر نباشد ممکن است به خانه روم آقای طاهر. برای بگاهی تیاری میبینی؟ بله آقای طاهر. مالش رفت دیلا. تشکر به شما. یگان احتیاج داری؟ یعنی اگر از دستم آید؟ نه تشکر آقای طاهر. من هم برای بردنی تو آمدم. مادر جان ممکن است کمی صحبت کنیم؟ بخیر است پسرم. مادر جان یک بار با دیلا گپ میزدید. درباره چی گپ زنم؟ گوش کنید مادر. دیلا فؤاد را دوست نمیدارد. در این صورت خانه‌دار شده هم حیات خودش را میسوزاند هم از فؤاد را. نمیدونم برای چی این کارو میکند، لیکن باید نفری پیش راهش را گیرد. مادر جان از دیگران دیده شما با او نزدیکترید. در این باره با او صحبت کنید. التماس با او گپ زنید مادر جان. پسرم یا اینکه تو؟ نه میدونم که دیلا مرا دوست میدارد، لیکن من حالا با این چیز تیار نیستم. من نیتی خانه‌دار شوی ندارم، لیکن با بدبختانی دیلا هم راه داده نمیتوانم. میلش پسرم من گپ میزنم. اوی شهر است. آب داری برادر؟ نه ندارم. کار تک شده. دیلا ببخش مرا. استغفرالله خدای جلال. گوش کن دیلا، تو هم مثل دخترم هستی. از برفین کم نمیدونم. مرا نادرست نفهم، لیکن این کاری بازی نیست. اگر فؤاد را دوست نداری حالا که فرصت هست رد کن. فؤاد تو را بسیار دوست می‌دارد، لیکن کی را دوست داشتنی تو را من نقص می‌دانم. گفتنیم که تا آخر نیتی با تو خانه دار شد. خلاصم رو برآوردم خدای جلال. با فؤاد خانه دار میشوم.
دیگر در خصوص آقای طاهر گپ نزنید. من با فؤاد وعده دادم و از وعدم نمیگردم. خودت میدانی دخترم، خودت میدانی. چی گفتی؟ آنها خونه دارند و برفین یولمز را نمیخواهد؟ ها همینطور. یعنی همین خلگوی دیگر با او زندگی نمیکند ها؟ ها نمیکند. چی گویم؟ عاقبت هر دویشان بخیر باشد. کنی به من گویی؟ تو چرا اینقدر میپرسی ها؟ هیچ، واقعه دیه را دونستن میخواهم. واقعه دیه را دونستن میخواست است. تو برفین را میخواهی، بیا من میدونسته باشم. با تو یک مکتوب دیهم و برفین میدهی؟ ها البته میبرم. با من ده. لیکن یولماز نفهمد. میبرم مکتوب رو میبرم. تو پروا نکن. خیر خیر خیر. یلماز خوب هستی؟ خوبم. من جمع میکنم. خوب مالش. چی شد یلماز؟ با کجا میروی؟ هیچ، کمی سر و گشت کردم. میدونم با نزد برفین میروی. برفین برفین قیزبان بخیر است؟ به خدا خوب یا بد بودنش رو نمیدونم، لیکن به تو مکتوب فرستادند. کی مکتوب رو فرستاد؟ داده یکی یشر. سلیم رو میدونی؟ چرا با من مکتوب فرستاده است؟ من از کجا دانم؟ گفته خون؟ خدایا توبه. سلیم به تو عاشق شده است برفین؟ تو مکتوب رو خوندی؟ بله کمکش رو. خوش باز چی نوشته؟ وای چی بود؟ نوشته است که از اول به تو عاشق بوده است و به تو خاندار شدن میخواسته است. یا خدایا این آدم دیوانه است مگر نمیداند که من عائله دارم؟ البته لیکن با شوهرت زندگی نمیکنی کو. اگر خواهی جدا میشوی. قیزبان چرا اینطور نگاه میکنی؟ تا آخری عمر در نگاه یلماز میمونی. بین همه مرتوی خلند. الدارا بین چیکار کرد؟ تو برای غم خودی او نباشد پروایی تو را ندارم. نمیخواهم قیزبان نمیخواهم. این موضوع رو محکم کن. دیگر در این باره به کسی نگوی. التماس به یلماز هم نگوی. من فهمیدم. دیگر در این باره گپ نزن. فهمیدم. به کسی نگوی. رو اکنون رو. مایلش خوش آمدی. خوشبخت بوده است برفین. از یلماز جدا نشده در حال طلبگارش پیدا شد. باز مکتوب هم نوشته است. چه خیل مکتوب؟ رو چی ها میگوید؟ برفین مکتوب از کی آمده است؟ برفین کاره چی؟ مکتوب به من آمده است. چرا کردار میشوی؟ برفین در رو کشا. برفین گپ زن. آن مکتوب را کی فرستاده است؟ مکتوب رو دادی قیزبان؟ ها خوش چی گفت؟ البته کمی ناز کرد. نمیخواهم گفتم لیکن به فکر من تو رو دوست میدارد. به این هم از یلماز جدا شده است. دختر بیچاره رو سخت عذاب میداد.
راست میگویی. انشالله گفتت راست است. تشکر زیاد قیزبان. اوی تو خم رو کفوندی الدو؟ بگذار کفت قیزبان. بخیر است الدو؟ این رو باید من از تو پرسم قیزبان. چرا با اون جوان گپ میزنی؟ اون جوانی گفتد دودری اکایی شر. خاموش. من کی بودن اون جوان رو نقض میدونم، اما درباره چی گپ زدنتون رو نمیدونم. در وقتی نبودنش واقعه های دیگه رو فهمیدنی شده است. از صحبت دور و درازتون معلوم هست که واقعه های خوب و بد دیگه رو یک نقل کردی. گوش کن الدو. من دستی دختران گردن گرفته میبندی خوب و کاری من بده؟ کنی به سوال من جواب ده؟ کنی جواب ده؟ اگر خودی خوزی رفته همون گردنبند رو پورا نکنم دو ماه عهدو نباشه. حالا ببینی ایسا الدو نگرس اینجا بیا. دلا در کجایی؟ دلا تو در کجایی؟ دلا در کجایی؟ با خود بیا سینام. دلا من در کجایم؟ در قرارگاه هستی. سینان قماندان به خود آمده است. با قرارگاه میرم گفته غیب زدی. تا این وقت در کجا بودی؟ خیز ابله کسی در از همه حسابات ده. من به کسی حسابات نمیدیم با تن. اصلا تو حسابات دهی. اگر همشیره دلا به نزدم نمیدر آمد آدم تو مرا میکشت. دمت را گیر. تو کی هستی که مرا گناهکار میکنی؟ تو خودت کی هستی کنی گبزان؟ شتاو تو به دستی محافظان اسیر افتادی یا اینکه با اونها همکاری میکنی؟ من خواهی نیستم پلید. سینان تو چی گفتنت رو میدونی ابلهی نابکار؟ سینان تو چی گفتی؟ سینان تو چیکار میکنی؟ با تن ایسته جنگ نکنید دست بیاید سینان رنگ‌های دلگیر کننده را با سرودهای نو عوض نمایید. عشق منو نشکن، فکر من نیستی اصلا نبا. عزیزم از تو رفتم یادت نکردم عزیزم خاکی تو را در بر ندارم هوای دیگره بر سر ندارم چاچان من در عذابم تو از شهر خدا اینجا رسیدی کی در کوه نگاهم خانه سازی خواهی که تو خانه دل آباد کنی آن به فقط لدیلی پایه یا چای جان شیری سفیدم دادی پیراهه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.